شرایط کنونی افزون بر گروه‌های تروریستی طالبان، شبکه حقانی، القاعده، گروه تروریستی داعش تهدید بالقوه و بالفعل برای افغانستان، منطقه و جهان است. وجیبه کشورهای دوست و جامعه جهانی است که اردوی ملی افغانستان را تجهیز، تمویل و آموزش بدهند. ما همیشه از موقع کشور دوست و همزبان افغانستان در چارچوب سازمان‌های بین المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد پشتیبانی نموده، جانبدار اشتراک فعالانه افغانستان و عضویت کامل آن در سازمان همکاری شانگهای میباشیم.